من حسین مختارزاده هستم. در خدمتتون هستیم با یه برنامه دیگه از اروپا. با دوست خوبم سعید کثیری، دکتر سعید کثیری صحبت میکنم. ایشون دکتراشون رو از ایرلند گرفتن و عرضم به حضورتون، حالا خیلی توضیح ندم چون خیلی نمیخوایم که وقت برنامه گرفته بشه، خودشون تو بیشتر توضیح میدن. سعید جان سلام. سلام، منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما دوست گرامی. خیلی لطفی سعید جان. سعید جان الان داری چیکار میکنی؟ یه توضیح میدی؟ من حقیقتا همین الان تازه کارمو داشتم شروع میکردم. من مطمئن شدم. ساعت الان ساعت 9 صبح. 9 صبح. منتها 8:22 شبیم. اینجا 9:22 صبح. تازه کارم خواستم شروع کنم که هستیم در خدمتتون. خواهش می‌کنم. سعید جان زندگی چه جوریه توی اروپا، توی ایرلند؟ من میخوام که خیلی خلاصه برای ما بگید. مثلا بچه‌هایی که میخوام بیان اونجا، حالا برای چه برای تحصیل چه برای کار، برای هر موضوعی چه چیزایی رو در نظر بگیرن؟ اگه بتونیم خلاصه امروز رو اینجوری جمع بکنیم خیلی عالیه. چیزایی که در نظر گرفت، حالا یه سری مسائل اجتماعی هست، مسائل اقتصادی هست، مسائل سیاسی هست. در مجموع از نظر مسائل سیاسی ایرلند یک کشور تقریبا خنثیه، یعنی جهتگیری سیاسی خیلی شدید نداره، یعنی مثل انگلیس. از این نظر خیلی خوب. حالا بچه‌ای که دوستان فقط کار علمی بکنن یا خارج از فضای سیاسی باشن شاید خیلی فضای آرومتری باشه، خیلی راحت‌تر باشه. این از نظر سیاسی هست. از نظر اقتصادی، شرایط اقتصادی ایرلند یکی از کشورهایی بود که به شدت خوب شده بود. مثلا در سال 2007 اوج اقتصاد ایرلند بود، اما الان به سبب بحران اقتصادی که روی داد، این حباب اقتصادی اینجا هم شکست و متاسفانه شرایط اقتصادی الان خیلی جالب نیست. یعنی اوضاع کار و اینها خیلی جالب نیست. بودجه پژوهشی امسال به شدت اومده پایین. درست. یعنی از حدود 60 میلیون یورو سال 2007 امسال 2010 به 10 میلیون رسیده. خیلی کمه. یعنی نشون میده چقدر تاثیر گذاشته. خیلی تاثیر اقتصادیش خیلی شدید بوده. از نظر حقوق و درآمد به شدت اومده پایین. اما در کنار این در واقع مخارج هم اومده پایین. یعنی هزینه زندگی خروش 30% اومده پایین. درست. که یه درصد خیلی بالاییه. یعنی به لحاظ اقتصادی، یعنی اگر شما در واقع اون جاب رو داشته باشی مشکل نداری، ولی گرفتن جاب الان به شدت مشکل شده نسبت به سالهای قبل. درست. پس از لحاظ کاری حالا به این صورته که خب همه جای دنیا یه جوره اینجوریه، ولی به نظر میرسه داره بهتر میشه اوضاع. درسته؟ بهتر میشه. حالا توی سری کشورها مثل آلمان و اینها بهتر شده، ولی یه سری کشورها خب وضعیت یونان رو که شنیدید توی اروپا به چه دولت یونان اعلام ورشکستگی که قبل از اون هم دولت ایسلند اعلام ورشکستگی کرده بود. الان هم که حالا از ایرلند گذشت، ولی اینجا هم یکی از دولتایی بود که خیلی احتمال داده میشد که هر لحظه در واقع اعلام ورشکستگی کنه که خوشبختانه اتفاق نیفتاده هنوز. یعنی چی سعید جان مثلا اعلام ورشکستگی میکنن؟ این مقدار بدهی هایی که دارن بسیار زیاد، یعنی بیش از حد دیگه توی قرض افتادن دیگه نمیتونه. مثل بانک‌هایی که اینجا فکر کنم حدود 3-4 تا بانک توی ایرلند اعلام ورشکستگی کردن. بنابراین تکس رفت بالا تا اینکه هزینه اونها رو کاور کنه، تا اینکه اونها ورشکست نشن. درست. حالا شرایط اقتصادی خیلی خوب نیست، اما خیلی هم بد نیست. یعنی در واقع گرفتن شغلی هم مقدار سخت شده، ولی همین که بگیری مشکل نداری. از نظر فرهنگی هم ایرلند از نظر حالا مردم و اینها مردم خیلی در واقع شادی داشته. حالا امسال یه مقدار شاید درصد شادی اومده باشه کمتر شده بسبب شرایط سخت اقتصادی، اما کلا آدم‌هایی هستن که مهربونن، آدم‌هایی هستن که باشون راحت میشه در واقع ارتباط برقرار کرد. خیلی از این نظر خیلی خوب هست. درست. خیلی عالیه.
وضعیت آب و هوا اینا چه جوریه؟ یعنی باید چیا رو در نظر بگیره؟ از نظر دما اینجا دمای خیلی خوبی داره، یعنی دما معمولا بین 0 تا 20 درجه است، بالاتر یا پایین‌تر نمیره. امسال یکی از سردترین سالا توی 50 سال اخیر بود، همونجور که از من شنیدید که رفت تا -9 درجه. امسال رفت برف، این هلوش یک هفته یا 10 روز بود فقط برف میبارید و یخبندون بود. درست. ولی به طور عادی اینجا چیزی هلوش بین 0 تا 20 درجه است که از نظر هوایی خوبه. توی زمستون یه مقدار تاریکه. درست. ولی تابستونا از اون طرف یه تقریبا تمام وقت روزه، همیشه روشنه. چند ساعت مثلا؟ یعنی تقریبا تا 11 شب همیشه روشنه، ولی بعد از اون تا تاریک میشه عملا تاریک نیست، فقط این که خورشید نیست. بعد اذیت نمیشید اونجا؟ این بحثایی که میگم دپرس میشه و اینها نداره اصلا؟ توی تابستون، توی زمستون چرا یه مقدار میگم چون همیشه تاریکه تقریبا، چون اون وقتی هم که روز هست هوا ابریه، در عمل تاریکه. ولی مثلا هلوش 2 ماه 3 ماه ساله که اونایی که دوست دارن میتونن تعطیل 2 ماه چه برن مسافرت. ولی اینجا بهترین فصل شاید همون بهار و تابستونش باشه که خیلی عالیه. خب حالا به عنوان یه چیز کلی ما بگیم، چون به حال تجربه زیادی هم داری شما الان در اونجا، هم دکتراتو خوندی هم داری دوره پست دکتراتو میگذرونی اونجا، برای کسایی که میخوان بیان، حالا رفتی، من میدونم که شما آمریکا هم برای کنفرانس رفتی، جای دیگه کنفرانس زیاد رفتی، اونجا رو چه جوری، یعنی برای کسایی که میخوان برن حالا ادامه تحصیل بدن برای کار و اینا، آیا واقعا پیشنهاد میکنی؟ من از نظر شرایط در واقع اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اینها آره جای خوبی هست، ولی از نظر دیگه این که یه مقدار هم ایرلند ایزوله است. یعنی شاید مثلا شرایط مخصوصا برای کسایی که حالا شاید از ایران میان یه مقدار ایزوله باشه، چون همون شرایط ویزایی رو اینها رو لازم دارن که برن هر جای دیگه، حتی انگلیس، به خاطر اینکه جدا شنگن نیست. یه مقدار از این نظر مشکل این شکل داره، ولی من پیشنهاد میکنم، یعنی جای خیلی خوبیه. از لحاظ تجربه کاری و اینها به نظرت بس عالیه؟ یعنی از این لحاظ آره اینجا مخصوصا توی سری رشته، نه دقیقاً حالا توی همه رشته‌ها، توی زمینه بایو و آیتی اینجا جای خوبیه. خیلی عالیه. یعنی توی این زمینه دارن سرمایه‌گذاری میکنن؟ سرمایه‌گذاری کردن 10-15 سال گذشته. آره. بعد این 60 تا شده 10 تا، اون چه جوری 60 میلیون یوروش؟ خب امسال اینجوری شده دیگه. البته خب تاثیر که میذاره، یعنی پست‌دوکا رو به مراتب کمتر میکنن، بیشتر میرن سوی هربه، چون پست‌دوک هزینه خیلی زیادی داره. درست. نه مقدار پست‌دوکا رو، تعداد پست‌دوکا یه مقدار میارن پایین، یا یه مقدار از ریسرچ کم میشه به هر حال، یا حتی مثلا اساتید بعد هزینه ریسرچشون رو از جای خصوصی تامین کنن. درست. به این شکل خواهد بود. حالا یه نکته‌ای هستش که من میبینم جای دیگه دارم میبینم که خیلی داره خصوصی میشه همه چی، یعنی حتی استاد دانشگاه می کاری میکنن که همه هزینه هاش خودش، یعنی از اون ریسرچ که میکنه بده. اونجا به این شکله. من حتی مثلا میبینم بله بفرمایید. یکی از حالا دیسادوانتیج جای آیلند اینه که در واقع خیلی صنعتی نیست. درست. یعنی اون قدرت صنعتی رو نداره که بخواد این کارو بکنه. بنابراین مثلا شما فرضاً یه جایی هستید مثل آلمان یا انگلیس یا ایتالیا، اینجا کشورهایی هستن که صنعتی در واقع و میتونن بخش هنگفتی از ریسرچشون بیان از در واقع صنعت بگیرن، یعنی صنعت بیاد سرمایه گذاری کنه. ولی ایرلند تقریبا این شکلی نیست. البته توی صنایع پزشکی هستش، چون خیلی از هدکوارترهای صنایع پزشکی اینجا در واقع هستن، مثل باستون ساینتیفیک یا استراکر یا خیلی چیزای دیگه، یا آیتی هم در واقع همینجا بود، یا مثلا دل کامپیوتر، گوگل، نه همه هدکوارترشون تقریبا اینجاست. بس یه نکته‌ای که فقط خب خیلی سوال من زیاد دارم سعید جان، ولی ان شاءالله حالا بذاریمش برای دفعات بعد، چون 10 دقیقه ما تموم شد. احساس می‌کنم که این 10 دقیقه بتونیم برنامه‌ها رو یه جوری جمع بکنیم خیلی بهتر است. من ممنونم، از تو تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا حافظ.